اسی کلت اتو و گوشی در بیار، حواست به شهرداری باشه. اگه آمدن خبر بکنی سریع بساط جمع بکنیم. تو که اول و آخرش چیزی نمیفروشی، بازم نهار و شامت پای منه دیگه. شور چیو میزنی؟ من خودم حواسم به شهرداری هم. عمو جان حالا تو گوشی چه خبره؟ والا عمو صفدر جان یکی از این سلبریتی های حکومتی استوری گذاشته بچه فامیلشون تازه به دنیا اومده، واسش 50 میلیون سیسمونی خریده. 50 میلیون فقط برای سیسمونی؟ اون وقت من تا 3 ماه تو بیمارستان گرو بودم تا آقا جون پول بیاره منو ببره. تو اون 3 ماه اصلا منو گردن نمیگرفت. عمو جان انقدر ضعیف بود معلوم نبود میمونه یا نه. تو بودی با روز شک پولتو میدادی پایین؟ نه والا مگه عقلم کمه. این همه سال خرج تحصیلات و لیسانس گرفتنش کردم، آخرش شد دست فروش کنار خیابون. ما هم شدیم بادیگاردش جلوی مامورای شهرداری، باید باهاش اینور و اونور بریم. تقصیر من چیز آخه؟ مگه کار هست؟ تو این مملکت آخوندی کدام جوان تحصیل کرده آینده روشنی داشته که من دومیش باشم؟ برین خدا رو شکر کنی تازه این وضعیت زندگیمون مال قبل از این رئیس جمهور 9% که از صندوق در آوردن. طبق تجربه 45 ساله نظام با این آقای زرشکیان که اومده، وضعیت معیشتی الان ما به نسبت چند ماه آینده توپ محسوب میشه. آقا صفدر جان گفتی رئیس جمهور 9%، خامنه‌ای بهش برخورد، ببین چی توییتی زده. این کبک باز توییت زد؟ چی نوشته؟ خامنه‌ای نوشته با تشکر از همه کسانی که صندوق‌های انتخاباتی را در 2 مرحله با بیش از 55 میلیون رای پر کرده. یعنی 5 میلیون رای این دفعه رو ضبط 6 کرد، راضی نشد، با دور اول هم جمعش زد. ای خدا مردم از خوشی. اسم توییتش باید بذاره خر کردن ارزشی. نه پسر جان، خامنه‌ای ارزشی ها رو خر نمیکنه، کلا خر میبینه. یه دفعه رأی همه دوره‌های 45 ساله رو با هم جمع میزد که عددش بیشتر به 6 حال بده. میدونی دشوارترین وظیفه این موجود زر نزدنه که خب ناموفق بوده همیشه. ولی آقا صفدر جان با این افتضاحشون وجود وزیر ضرب و تقسیم در دولت زرشکیان ضروری آقا قربانت برم. راست میگه، برای ضرب کردنهای دوره بعدی سیرک انتخاباتشون لازمه. دوره بعدی؟ پسر جان اگه تو همین سال 403 ضحاکو با نظامش چال نکنیم، با این زرشکیان پاچخار معلوم نیست سال دیگه یه لقمه نون تو سفره مردم باقی بمونه. گل گفتی آقا جان. خودم میدونم.